میگویند یک جوانی خیلی با ایمان و با تقوا بوده است. وقتی او به اویه میرسد، پدرش بارها میخواسته است او را خانه‌دار کند. جوان باشد، حالا برای اویله‌دار شدن وقت است و روزی نمیشد. سبب این بود که مردانگی این جوان ضعیف بود. پدر که از این واقعه مطلق و بیخبر بود، پسرش را مجبوراً به یک دختری صاحب جمال اویله‌دار کرد. پس از به انجام رسیدن توی و مراسم شب شد. مهمانها همه به خانه خود رفتند. جوان با عائله‌اش در خانه بخت، یعنی در حجره خواب خودشان تنها ماندند. جوان به همسر آینده خود نگاه کرده گفت: ای محبوبی من را ببخش، زیرا تو را خوشبخت کرده نمیتوانم. برای آن که بر تو شوهری مناسب نیستم. همین طور عیبش را بر دختر آشکار کرده حقیقت را گفت: اگر خواهی فردا به خانتان رفت، من همه ای کار را بر ذمه خود میگیرم، اما از تو التماس درباره من چیزی بر دیگران نگوی. در همین وقت همسر این مرد چنین جواب داد: بین ما و شما عهد و نکاح خوانده شد. من همسر شرعی شما هستم، جفت و حلال شما شدم. اکنون بین ما و شما یگان خیلی سری پنهانی نباید باشد. سری شما این سری من است. هر زنی که سری شوهر خود را آشکار کند، در دو دنیا هم به سعادت نباید رسید و به عذاب‌های گوناگون در زندگیش دچار شدنش مقرر است. برای همین درد و سری شما را آشکار کرده هیچگاه شما را شرمنده نمی کنم. از بین میگوید همین طور 7 سال گذشت. این زن نامی زنی به هنر و زنی نابکار و به فرزند، زنی نازویند را گیرد هم، اما اصلش سری شوهرش را به کسی نگفته است. به تنهایی مردم صبر کرده زندگیش را با شوهرش پیش می برد. پدر جوانی که آرزوی بابا شدن را داشت، میخواست نبره‌دار شود. روزی پسرش را به نزدش خواند و گفت: پسرم، تا کی با این زنی نابکاری که هیچگاه نمیزاید حیات و عمر جوانیت را خزان میکنی؟ تو پدر و من باشد بابا شدن را میخواهم. بس اکنون جواب این زن را بده و دیگر دختر را برایت میابم. جوان باشد چیزی نگفته در حالت خیلی وزمین و سخت گرفتار شد و دائما به فکر فرو رفت. از حال جوان همسرش با خبر شد و گفت: شوهر عزیزم، در روزهای آخر میبینم که خیلی پریشان خاطر هستید. بر شما چیزی شده است؟ گویید آخر چی شد که نه بر من مهر دارید و نه چیزی میگویید؟ چیزی را از من پنهان کرده ایستاده اید. گویید معمایی که شما را در عذاب مانده ایستاده است یک جایه حل میکنیم. گفته شوهر خود را به آغوش گرفت. آخر عاقبت جوان گفته های پدرش را به همسرش گفت. همسر جوان با شنیدن این سخنها چشمهایش پر از اشک شد و به سوی شوهرش مهربانانه نگاه کرده گفت: میلش، من راضی هستم، اما فقط یک التماس دارم. بعد از خانه رفتن من پس از 40 روز اویله‌دار شوید. پس از همین همسر این جوان به خانه پدر و مادرش رفت. دختر به پدر و مادرش گفت: من 40 روز بر نیتی در چله نشستن آمدم. هیچ کس به من خلل نرساند. من به هیچ کجا نمی برایم. تنها در یک خانه در عبادت خداوند مشغول می شوم. در بین 40 روز به خدا التجا و دعاها کرده برای شوهرش دعای بسیار می کرد. در دعایش می گفت: پروردگار، ذات مهربان هستی، شوهرم را در این دنیا با دردش شرمنده نکن. جوان باشد در خانه اش توی و تماشایش را گذرانده شب نکاح نیز گذشت. جوان در بین دو آتش ماند. در یک طرف زن مهربانی نازنین که ناحق در اضطراب و تنهایی ماند. در طرف دیگر که همسر نوی او مانند زن اول آیا میتواند سرم را پنهان کند یا اینکه شرمنده ام میکند؟ اکنون سری که چندین سال داشتم فاش می شود و از فکر زیاد قلبش درد میکرد. جوان باشد آخر عاقبت مردن را برای خود افضل دانست و زهر را استعمال کرده
و جان خودش قصد کردن خواست و از زهر را خورده به نزد نو عروسک درآمد و از زهر زیاد از هوش رفت و افتید. در همین وقت یک معجزه رخ داد. 40 روزه که در طاعت و عبادت خدا مشغول بود، نمیخواست شوهرش شرمنده شود و دعای این همسر جوانی که تا حال باکره بود مستجاب گردید. زهری که جوان نوشیده بود شفا گشته، جوان باشد صحت می شود. از بین مدت روزها گذشت. این جوان را با همسر نوش به خاندان دختر دعوت می کنند. در راه افت و هلاکت صادر شده، دختر وفات می کند. پس از مراسم محرمه پدر پسرش را به نزدش دعوت کرد و گفت: پسرم، در نصیب تقدیرت این خیل بوده است. میلی، بسیار تیغ نشو. کمی فرصت گذرد باز تو را خانه‌دار میکنم. دختران زیاد هستند. جوان باشد گفت: پدر، از سر من چنین واقعه های گذشت. من 7 سال با این کلین اولینت زندگی کردم. مردانگی من کار نمیکرد. از همین سبب این کلینت تا حال دختر بود. 7 سال سری من را پنهان کرد و گفته شما را در زمین نگذاشت و از خاندان ما رفت. میگوید پدر پس از شنیدن این سخن‌ها در حیرت افتاد و به خود میگفت: شرمنده ام، به خدا شرمنده ام. دختری که عیب و سر پسر من را سیر داشت و 7 سال همه طعنه‌های من را طاقت کرد، صبر کرد و باز هم من ناشکری کردم. و به پسرش گفت: رفتیم به خانه کلین اولم می رویم. همینطور پدر با پسر و مادر خود رفتند به خانه کلین اولینش و این پدر جوان موشد کلینش را آغوش کرد و از پیشانیش بوسه کرد و می گفت: من را از برای خدا ببخش، من را از برای خدا ببخش که بی عقلی کردم و قدر تو را ندانستم. اکنون می خواهم تو کلینی من شوی. آیا کلینی من می شوی؟ دختر باشد تبسمانه خنده کرد و سرش را پس کرد و گفت: من کلین شما بودم، کلین شما هستم و کلین شما خواهم ماند. همینطور آنها زندگی خود را دوام دادند. فرزندای خیلی زیاد نصیب آنها گشت و همینطور قصه به پایان رسید. گفته می نویسد: